بچه ها چطورید؟ من میرابل روزم. به مینی ولاگ من خیلی خوش اومدین. همینطور که میبینید اینجا مشغول نوشتن خاطره بودم و بعد از اون اینجا شروع کردم به روزم رو آغاز کردن و صبحانه چای برای اولین قدم صبحگاهی خوردم و بعد از اون صبحم رو با درست کردن صبحانه شروع کردم و صبحانه درست کردم و بعد از اون همینطور که میبینید در کتابخونه مشغول خوندن درس‌های عقب افتاده و جا مونده و جبران کردن اونها بودم و داشتم درس میخوندم و بعد در محوطه دانشگاه شروع به پیاده روی و قدم زدن کردم. همین دیگه، روز خوبی داشته باشین. میبینمتون. خدا نگهدار.